pour ce 74e Festival de Cannes. Aux côtés d'Ashghar Farhadi, cinéaste iranien, ses comédiens et comédiennes, Amir Jadidi et Sarina Farhadi, la fille d'Ashghar Farhadi, que l'on avait découverte à 13 ans déjà. Ashghar Farhadi, Amir Jadidi, Sarina Farhadi, le producteur et distributeur français Alexandre Maliki et l'équipe du film Un héros. اینجا چی کار میکنی؟ خبرو میکردی مدام پایین خب؟ من موندم 2500 سال پیش اینا چطور این همه راه میبدن تا ای بالا سر خاک مرداش؟ اونا لابد مثل سیگاری نبودن. سلام علیکم. سلام. شما روشن. چطوری؟ چه بی خبر؟ یه دفعه شو. خوبی؟ برو تو بریم پایین حالا برو. بریم پایین دوباره. برو. پایین؟ نفس میزن. من موندم تو چطور همطور پروار موندی قبل گیری بالا میای پایین؟ تقصیر خواهر. ولی چطوره؟ مثل همیشه گردن در تو روز. سلام آقا مهدی. سلام رحیم آقا، مبارکه. تموم شد؟ نه اومدم مرخصی. به سلامتی. حالا چند رو هستی؟ ادارتی هستم. همش؟ نه با کل خواهش التماس. سلام. سلام علیکم. Quelques secondes pour les photos, pendant que je présente nos invités. De gauche à droite, l'acteur principal, Amir Jadidi. لب مرز بلاهت بره، تبدیل بشه به یه آدم ابله و من نمیخواست این آدم یادش نمیاد از کجا. فکر کنم از چند جایی پیش، در چند سال پیش اتفاق افتاد. من خبری که یه آدم خیلی معمولی روزمره یه کار انسان دوستانه میکرد و چند روز توی صدر اخبار محلی یا توی مدیا قرار میگرفت و یه نوری روش تابونده میشد و یه دفعه دیده میشد آدم که هیچ موقع در زندگیش مورد توجه نبود و به سرعت، طبیعت این رسانه ها هست، به صورت فراموش میشد. اخبارشون رو میخوندم و همیشه برام در واقع جالب بود این بالا رفتن و فرود اومدن خیلی سریع، یعنی نرسیده به بالا شما سقوط در واقع میایید پایین. این برام این در جالب بود که یه قصه ای راجع به این پیدا کنم کار کنیم و بعد کم کم توی تمرین متوجه شدم که بازی فیلم برای شما ایجاد میکنه، ولی خودم اگر تماشاگر فیلم باشم سوالم اینه که آیا واقعا کاری که شخصیت اصلی داره انجام میده در حالت عادی آیا اینقدر در واقع شایسته این هست که بزرگ بشه، بولد بشه و دیگران اعلام بشه یا نه؟ از یه بخش کوچکی از یه اجتماعی، اما تو همین اجتماع کوچک سعی شده که یه ویژگی هایی که برام جالب بوده باشه. مثلا اینکه در این اجتماع کوچک هیچ کس نمیگه که این مشکل توئه. اون جمله معروف که میگن، جمله که تو فرهنگ ما هم نبوده جدیداً وارد شده که میگه it's your problem، ما این رو نداریم و تو این اجتماعی که دور و بر رحیم هست هیچ کس نمیگه این مشکل توئه. همه دلشون میخواد که کمک کنن که این مشکل حل بشه. این یکی از ویژگی‌های اجتماعیه.